به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان عزیز، خانم آقایان، لیدیز اند جنتلمن، سلام. سپاسگزار از این که منو ضایع کردین با این جواب سلامتون. یعنی فقط فرزاد حسنی رو بیشتر از من تحویل گرفتید چون خوشگل‌تره، درسته؟ در حالی که شما متوجه نیستین از خوشگلی فقط کچلیش به من رسیده. چه اشکالی داره؟ به این چیزا نباید اهمیت بدید. خب من صمیمانه تبریک میگم ایام و اعیاد بسیار مبارک شعبانیه رو، مخصوصا پیشاپیش ولادت با سعادت یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف رو خوشحال میشم هر چقدر که قلبم خوشنود هستید به خاطر این میلاد بسیار فرخنده. ناز قدم‌های آقا امام زمانی دست بسیار با شکوه طرفدارای تیم آبی یعنی استقبال یا دست بزنن اول بله. حالا پرسپولیسیاش هست که حتی میبازن هم از رو نمیرن این پرسپولیسیا. از بعد روحیه بالا است. اتفاقا من تحسین میکنم. ما ایرانی ها انسان های عجیبی هستیم. در تمام طول یک فصل فوتبال طرفدارای استقلال و پرسپولیس آبی و قرمز تو سر و کله هم میزنن، دست آخر سپاهان قهرمان میشه. چرا؟ من نمیدونم واقعا چجوریه داستان. تو بحث ورزشمون همه چی فرق میکنه. در تمام دنیا فقط ما ایرانی‌ها هستیم که خیلیامون از فوتبال خوشمون نمیاد و هیچ توجهی به فوتبال نداریم، اما 90 دقیقه میشینیم برنامه 90 رو نگاه میکنیم. دنبال حاشیه میگردیم. ورزشکارامون استثنائی‌اند. فقط یک حسین رضازاده میتونه به عنوان یک قهرمان وزنه‌بردار ایرانی در مسابقات جهانی شرکت کنه و در حالی که یک وزنه فوق سنگین روی سرش گرفته زیر اون همه فشار با ملتش احوال پرسی کنه. بگو دل بر توی غیر تو دل بر چرا هست، دلی دارم خراب و خریدار محبت. بگو دل بر توی دل بری کن تا قیامت، نگاه عاشقم نشسته در نگاهم. بگو دل بر توی یا که باشم سر به راحت، من عاشق برای دیدن تو بیقرارم. بگو دل بر توی عاشقم چشم انتظارم. اگه تو دل بری داری دل مرا میبری، واسه داشتن خودم میزنم به عبری. اگه تو دل بری داری دل مرا میبری، واسه داشتن خودم میزنم به عبری. ای جان باور دار. خیلی متشکرم. من صمیمانه از این 3 نفری که دست میزنن تشکر میکنم. تعجب میکنم واقعا، علیرغم که اکثر شما خوبان میبینید یک استندآپ کمدی روی صحنه ایستاده، یک شومن طنز، حتی در ارائه یک لبخند یا یک دست ساده تردید داره. میدونی چرا؟ الان دیگه خیلی دیره. فرزاد حسنی میگفت تو سرویس بهداشتی دانشگاهمون رفته بودم، یهو دیدم یک کاغذ چسبوندن پشت در که آب قطع است. منم زیرش نوشتم دیگه خیلی دیره. و یه اوقات خیلی دیر میشه واقعا. اگر شما علیرغمی که برنامه شاد و طنز دوست دارید، من نگاه میکنم تو عکس العمل خودتون تردید دارید، نه اشکال از شماست که بگم انسان‌های بی انرژی هستید و نه من شومند ضعیفی هستم. موضوع اینجاست که ما ایرانی‌ها اصولا انسان‌های لجبازی هستیم که در تمام دنیا فقط یک ایرانی میتونه روی مبل چارزانو بشینه. میخندی چون این کارو کردی. که تو خیابون صف میبینیم، اصلا قبل از اینکه سوال کنیم صف چیه نوبت میگیریم. همه چی منجم قریبه. مهمون خودمون دعوت میکنیم، وقتی میاد خونه آخر سر که میره میگیم آخیش با چرا دعوتش کردی اگه آخیش این چه کاری چه لجبازی. بر من دست بزنید خودم.